سلام، چطوری؟ پارسا کجایی؟ اینجا. چی شده؟ خیلی گرمه. خب گرمه، کولر بزن. نه کولر نزن، ماشین خراب میشه. وای یعنی چی؟ بذار کولر بزن. نه تو رو قرآن، تو رو خدا. خب چی کار کنیم الان؟ یه نوشیدنی خنکمون نشه؟ سلام به چنل ناگ لایف، خوش اومدین. امروز میخوام ببرمتون یه چند تا نوشیدنی عجیب غریب رو با هم تست کنیم. امیدوارم مصدوم نشم. خب بچه‌ها، برای آیتم اول میخوایم بریم کجا؟ حلواچی کجاست؟ حلوا فروشی. طبیعی. حلوا فروشی چی داره؟ حلوا داره. حالا نکته‌ای که هستش اینه که چرا ما داریم برای این ویدیو میریم اونجا، چون تو منوشون یه سری نوشیدنی‌های عجیب غریب دارن که من خودم منوشون رو که دیدم خیلی تشویق شدم که حتما برم اونجا تست کنم. بچه گفته بودم میخوام امروز نوشیدنی عجیب غریب بهتون نشون بدم. اومدیم اینو گرفتیم. یه دونه ماچای گل سرخه وایسه، یه دونه نوشیدنی و اونا میخوام بخوریم ببینیم چطوریه. کنم که خیلی عجیبه. حالا ماچا که عجیب هست، این تمرینی هم باید جالب باشه. گفتم که پرشه و کم عجیبی داره. باید تستش کنم چجوریه. از حلواچیه خیلی هم به قول معروف همراهی کردن. خیلی خوش اخلاق و مهربون و بازم میرم ازشون خرید ما اومدیم پارک برای اینکه اینا رو تست کنیم، چون هیچ جای دیگه نباید بگفتم بهتره نگی. حالا ما اومدیم پارک برای اینکه اینا رو تست کنیم، چون هیچ جای دیگه ای نمیتونستیم این کار بکنیم. الان میخوایم دوتا تست کنیم. روش برای اون حلوان گذاشتن، حلواش هم بخوریم، نظرمون رو بگیم، ببینیم چطوریه. بعدش میخوایم بریم یه جای دیگه دو تا نوشیدنی دیگه رو تست کنیم. اینا رو تست کنیم. اول کدوم بریم؟ من خودم دلم میخواد اون تمر هندیه رو بخورم. چیز جالبی نیست قیافش. یعنی آره احساس میکنم بلا نسبت داره. اصلا میگم بلا نسبت نزدن بیا خیلی اوضاع پیشه. اینو توش تا اینجاها تمر هندی ریختن. یه حالت آب شده سیروپ عملی، مثلا یه چیزی که مایه طور آره. و با یخ بعد روش و پودر گلپر. فکر میکنم خیلی خوشمزه باشه. بدمزه؟ شوخی نکن. احساس میکنی وقتی داری میخوری احساس میکنی که مثلا خولم من بیام با تو که پول نداری. اوه یعنی چی؟ ترشه؟ ببین مزه تمر هندی با گلپر میده قشنگ. خب بعد چرا با حلوا؟
نمیدونم، اینا خودشون برو بپرس. نه خودشون خیلی محترم بودن. میگم چرا این با حلوا. خب بعدی آره اونو که وای اصلا یه جوری شدن زیرشو نشون بده. احساس میکنم معدم به هم ریخت. این ماچای گل سرخه، این سیروپ گل سرخه با شیر و ماچا که حالا تو ویدیو هستش که چجوری درستش کردن. این سیروپ گل سرخه، اینم ماچاشه که دیگه پخش شد. به نظرم قبل اینکه هم بزنی یه ذره بیار بالا ماچای خالی رو تست کن، چون ظاهرا خیلی بدمزه است ماچای خالی. مزه چمن میده. آره hayat şaşırtır zaten ben gittim aniden. آیا چرا من باید این کار با پولام بکنم؟ اوه وای ببین احساس میکنی؟ چمن میکنی؟ نه چمن نه، احساس میکنی داری غذا دریایی آب شده میخوری، یعنی جلبک آب شده داری میخوری، یه طعم اونطوری اصلا یه چیز خوش بده سانسور میشه. مصب اصلا توهین به حلواچی نباشه. نه آره حلواچی خیلی کارش خوبه. بدتر شو. نه اصلا ببین ماهیت این چیز اینو نباید بخورید، پولتون رو نریزید. خطاب به این ادایی ها که هر روز صبح بعد ماچا بخورن، انقدر ادایی نباشید، از این حالتتون بیاد بیرون. چیز بدمزه است. اصلا قیافه اینو ببین بعد خوردن. به خدا دارم میگم شوخی نمیکنم، جدی چیز بدمزه ایه، یعنی جفتشون هم بدمزه هم. یعنی کاری ندارم که کجا اینو درست کرده چیکار کرده. آقا میدونی خانومه انقدر بهمون احترام گذاشت و با محبت و اینا برخورد کرد روم نمیشه. میگم چه چیز واقعا چیز یعنی اصلا سمتش نرید آقا، پولتون رو نریزید، برید همون قهوه رو بخورید، برید اسپرسو دبل چاکلت بخورید. دبل چاکلت بخورید؟ اسپرسو دبل منظورته دیگه؟ خب خانم فیلم بردار نظرت؟ خوشمزه است بابا بی خیال ولم. مزه تمر هندی اصلا نمیده، مزه آب و گلپر میده. مزه آب و تمر هندی و گلپر میده اصلا مزه تمر هندی نمیاد. بی خیال از این حرفو. حداقل توهین به حلواچی نکنی، همه زحمت کشیدن سیروپ رو درست کردن. خیلی خوشمزه است. اصلا خوشمزه نیست. 7 از 10 میدم بهش. من به این میدم 4 از 10. دوتا حلوای من میدم 3. دوتا حلوای گوگولی هم واسمون گذاشتن. به اون من میدم 3 از 10. به ماچا میدم 2 از 10 یا 1 از 10. آها به ماچا خیلی مزخرف. به این چند میدی؟ 3 از 10. 3 نه بابا 7. من اینو دفعه بعدم شاید دلم بخواد. نه من این دوتا رو هیچ وقت دیگه دارم نمیخوام. خراب شد نه؟ و این چه ما یه بار با پارسا رفتیم سوشی خوردیم، سوشی خام خوردیم که وسطش فیله خرچنگ خام بود. این دقیقاً مزه فیله خرچنگ خام میده. من میخواستم همینو بگم. دقیقاً مزه فیله خرچنگ خام میده، انگار که آب کف مثلا اینجا که توش ماهی باشه. البته جلبک دیگه، مزه جلبک. انگار آب کف آکواریومو اینجوری جمع کنی بخوری. قشنگ همون مزه. خرچنگ مزه جلبک میداد دیگه، اینم مزه جلبک میده. هر کی گفت من هر روز صبح اینو میخورم و نمیدونم من بدون ماچا فلانو، بدونید داره ادا در میاره. اصلا چیز خوشمزه ای نیست. حالا تو بیا با یه من سیروپ و فلان و اینا قاطیش کن. چی میخورید آقا؟ ماچا ایتالیانو. این مال ایتالیا مطمئنی؟ بعد اینکه خوردن اینا شکست خوردم، میخوام این حلوا رو تست کنم، شاید یکم داستان رو عوض کنم. قطعا عوض میکنم.
چیز عجیبیه. خوشمزه. ببین حلوای با کلاس میدونی، یعنی میخوری احساس می‌کنی سوشی میخوری. من مامانم خیلی حلوای خوبی خیلی درست باحاله. میکنه. بذار من نظرمو بگم. باش واقعا میرفتیم حلوا میگرفتیم. اینا چی بود گرفت؟ خیلی خوشمزه است. در این بخش از ویدیو که دو تا نوشیدنی مزخرف رو تست کردیم، حالا میخوایم بریم دو تا نوشیدنی مزخرف دیگر رو بگیریم تست کنیم. پولمون رو بزنیم تو، بعدم خوشگلی. ما سرچ کردیم دیدیم که ماچا خیلی خاصیت داره و فلان و این داستانا که اصلا به مزه بعدش نمیارزه نخوری بی خودی، که مثلا تأثیر بذاره رو پوستتون و آنتی اکسیدان و فلان و اینا. بعد آره بابا بی خودی ملت چیزای مزخرفیه مثلا. یا خدا خیلی ممنون یا بچه‌ها. من از همین تریبون باهاتون برو از همین تریبون باهاتون خدا بعد خلاصه خیلی خاصیت و این داستانا داره. حالا چیه اصلا؟ گیاه چای سبزو دم نمیکنن، میان پودرش میکنن، میشه پودر ماچا، بعد با آب جوش قاطی میکنن. با آب جوش قاطی میکنن، به همین روشی که دیدین میخورن. حالا این چرا مزه جلبک میگیره یا چرا انقدر بد مزه است، مزه فیله خرچنگ میده، خدا میدونه. ولی من پیشنهادم اینه که اصلا پولتون رو دور نریزید، یعنی واقعا هیچ به تستش هم نمیارزه. به تستش هم نمیارزه، واقعا چیز مزخرفیه اصلا. آره حالا داریم میریم یه چیز دیگر رو تست کنیم که اونم خیلی شباهت داره به همین. بریم برای آیتم بعدی که داریم نزدیکش میشیم. اسپرولینا رو از کافه چمپیون گرفتیم، اینجا هم تبش همسایه رو اگه خواستیم بیان. میخوایم حالا یه جا دیگه بریم که تستش کنیم. ما اومدیم یه جا اینو تست کنیم. این اسپرولینا جلبک دریاییه که یه سبکی شبیه ماچا، نه اون مدلی که با آب و اینا هم بخوره، با شیر هم میخوره و اینکه کلاً با شیر مخلوط میشه، جلبک دریاییه و تبدیل میشه به یه همچین چیزی که ما اومدیم تستش کنیم. اینم برامون قلبی درست کردن، خیلی جینگولی و آره خیلی جینگولی و مامان صدام کمه از پشت صحنه میگن که صداتو ببر بالا. خب رنگش خیلی باحاله. اول از زیرش سیروپ وانیل هم داره. چی داره زیرش؟ سیروپ وانیل. چرا اینجوری حرف میزنی؟ چجوری حرف میزنی؟ سیروپ وانیل داره. سیروپ وانیل دیگه عزیزم من ماچا خوردم امروز. من دیگه رفتم تو دسته ادایی‌ها. من که اسپرولینا دستمه دیگه چی هم تو دیگه باید تحویل نگیری منو، پاشی بری. خدافظ. کوکیش موند واسه من. کوکیش چقدر زشته. چرا اینقدر سیس گرفتی؟ اسپرولینا دارم میخورم و بخور. فقانسه هم بلدم. خب جدا از این مسخره‌بازی رو تست کنیم. دادی بالا که سیروپ وانیلش نیاد؟ آره دیگه. خوبه ببین مزه شیر وانیل میده. خب پس اسپرولینا کم ریخته احتمالا. نمیدونم شاید شیر وانیله. شیر وانیل. مزه این نیا بودش که میذاشتیم شیر، مزه اونو میده وانیلیشو. ولی چیز باحالیه. یعنی حالا من که شیر و اینا خیلی دوست ندارم ولی چیز خوشمزه ای، یعنی مثل ماچا و اینا نبودین. حالا شاید هم
خودشو تنهایی آدم بخوره همون باشه، ولی حداقل این که جلبکه مزه هیچی نمیده، بعد ماچو که چای سبزه مزه خرچنگ میده. ولی نه من خیلی حال کردم، به نظرم خیلی خوبه. یعنی اگه آدم میخواد چوسی بیاد در این چیز خوشمزه بخوره دیگه. اوه چقدر وانیل. از 10 چند میدی؟ اینو از 10 من بهش، آخه میگم مثلا سلیقه من خیلی نیست، من اینو خیلی حال نمیکنم، ولی مثلا من بهش 7 میدم. یعنی اگه سلیقه‌م بود شاید بیشترم میدادم، ولی خوشمزه. الان تازه یه ذره هم بزنی وانیلا بیشتر چیز میشه، باحاله، قشنگ خوبه. هوا چقدر خوبه امروز. سلام خانم. سلام. وقتتون رو میگیرم. من با این نوشیدنی نباید به شما حرف بزنم، ولی به هر حال خواستم بهتون اطلاع بدم که میدونستین این نوشیدنی خیلی پروتئین داره، 60-70% وزنش پروتئینه. نه نمیدونستم. یا مثلا میدونستین که این نوشیدنی و ناسا به عنوان نوشیدنی فضایی ازش استفاده کرده که میتونه تو فضا هم بخورینش. خیلی قشنگ گفتم. نه اینجوری نبود. لازم من براتون از رو بخونم، این کار نیست. خب گفته که اولا که به گوشت سبز معروفه. چرا؟ بخاطر اینکه پروتئین زیاد داره. دوم این که سرشار از ویتامین و مواد معدنی آنتی اکسیدانه. سوم این که ناسا اسپرولینو رو به عنوان یکی از غذاهای آینده برای فضانوردان معرفی کرده، چون در فضا هم قابل پرورشه و خیلی مقویه. و یه نکته جالب دیگه هم که هستش، ترکیب این و ماچو هم وجود داره که اسمش سوپر فود لات است. خب و یه نکته دیگه ای هم که وجود داره اینه که یادم رفت چی خواستم بگم. آره چیز خوشمزه بود، من حال کردم باهاش، مخصوصا که خنکم هست. بذار بریم یه چند تا شات ادایی ازت بگیم. کجا رفت؟ داریم ویدیو میگیریم، چرا رفتی؟ اسپرالینو میخوام برم باشگاه. بری کجا؟ جیم. بری کجا؟ جیم. خب اوکی، بذار من میام سوارشم منو برسون دیگه.